یکی از مسئولیت‌های پلیس تامین امنیت پروژه‌های زیربنا و تأسیسات عام المنفعه می باشد. معینت محافظت عامه وزارت امور داخله مسئولیت امنیت تمام زیربناها و پروژه‌های عام المنفعه در کشور را به عهده دارد. کانال قشتیپه نیز یکی از پروژه‌های بزرگ ملی در کشور است که الحمدلله امنیت آن به گونه‌ای بهتر تامین و کار فاز اول این پروژه با موفقیت و بدون هیچ گونه مشکلات امنیتی تکمیل گردید. به خاطر وسعت و اهمیت این پروژه لازم دانسته شد تا توجه خاصی برای تأمین امنیت آن روی دست گرفته شود. بناهن به هدایت مقام عالی رهبری امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله، یک قطعه پلیس به کمیت 200 نفر مجهز با تمام امکانات در چوکات معینت محافظت عامه ایجاد گردید تا از این پروژه بزرگ ملی به گونه خاص محافظت و آن را تأمین امنیت نماید. ما بناهن به مردم افغانستان و رهبری امارت اسلامی افغانستان اطمینان می‌دهیم که در راستای تأمین امنیت و حفاظت از پروژه ها و تأسیسات ملی به خصوص پروژه کانال قشتیپه هر آنچه در توان است دریغ نخواهیم کرد.